بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما و شما در درس 41 رسیدیم. الصفات الشیطانیه من علامات العلوم التي لا تنفع. علومی که منفعت ندارن، این سبب از این میشه که برای انسان بعضی از صفتهای زشت را ایجاد میکنن. یعنی علمایی که ما شما خواندیم که علمایی که منفعت ندارن، علمایی که از فلسفه و از علم کلام و از منطق و از دیگه علوم بدعتی که پیدا شده بود از این گرفته شده باشه، این در کسی که این علم را استفاده میکنه یاد میگیره، در وجود از او بعضی علامات خراب پیدا میشه که میتونیم برش بگیم که علامات از صفات شیطانی هست. علامه ابن رجب حنبلی رحمه الله میگه و علامت هذا العلم الذي لا ينفع، میگه علامت علمی که منفعت نداره چی هست؟ ان یکسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباحات العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. علامه ابن رجب میگه و علامت همی علمی که منفعت نداره یک بر صاحبش ظهور نصیب میکنن. ظهور به معنای تکبر و فخر و غرور، ایره از زهو میگن و فخر ایجاد میکنه که باز انسانه که علمش علم نافع نباشه، در پالی از که تکبر داره، غرور داره، باز بسیار فخر میکنه سر دیگرها که ما بسیار عالم است و فهمیده هست و کل دیگرها به نظرش هیچ چیز نمیه، جاهل میه. والخیلاء بسیار خیال میداشته باشه، بسیار با خیال در حرکت می باشه. و طلب العلو و الرفعت دیگه ایجاد میکنه که همیشه این شخص، ببینید کلش صفتهای شیطانی هست. طلب العلو چی معنی؟ یعنی که میخواه که نسبت به دیگرها کده تو بالا، در مقام بالا باشه و در جای بالا باشه و کلگی برازی احترام بکنن. و رفع فی الدنیا که در دنیا بسیار پیش مردم بسیار بلندی داشته باشه و رتبه های بلند داشته باشه و القاب بلند داشته باشه و بسیار و المنافسه فیها و دیگه در دنیا منافسه بکنن که مثلا همیشه مثلا به خاطر حاصل کردن مقام و قدرت و مال و امکانات و جاه و جلال به این خاطر دیگه همیشه در منافسه و جنجال است. و طلب مباحات العلماء دیگه چیزی که سبب میشه این چی هست؟ طلب مباحات علماء و ممارات السفهاء که با علما زیاد مناظره بکنه و گفتگو بکنه و جنجال بکنه و برای جاهلا که اصلا برای زنا هم که از زنا بحثی گپاره بکنه که به مردم خدا نشان بده که این جاهل است و صرف وجوه الناس الیه و ای که مردم به طرف خود جذب بکنه. وقد ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم و میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم و این حدیث آمده هست که ان من طلب العلم لذلك، اگر کسی علم طلب بکنه به خاطر امی اهداف، فالنار ساتش است، نعوذ بالله. لذلك بمی خاطر میگه علما یقیدون العمل بالاخلاص والمتابعه، میگه از این خاطر علما چی میکنن؟ قید کردن چیه؟ عمله که باید انسان وقتی که عالم میشه باید عمل ازی با اخلاص و متابعت باشه. و اخلاص لله یعنی امی مخلصانه 100%
به خاطر علم خود به خاطر الله انجام بدن و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن. پیشتر عالم گفت که از آثار علومی که نفر میرسانه یکیش زحو است. زحو چی رو میگن؟ میگن زحو الکبرو. برای یک انسان که علمش غیر نافع است زحو حاصل میشه. زحو چی است؟ میگه کبر است و تیه و الفخر و العظمه. امی کبر و غرور و فخر کردن و بزرگی جستن است. و رجل مذهوب بنفسه یعنی معجب این معجب. پس اینال ای کسی که علمش غیر نافع باشه ای بسیار اعجاب در نفس خود میداشت و از خود بسیار راضی هست. خودش به نظر خودش بسیار دیگه که یعنی ما از مکه دیگه عالم بیشتر نیست و من جنتی هستم و من هستم که کل خوبی ها را دارم و دیگرها کلگی در پیشش ضعیف معلوم میشه. پس این اعجاب امام جوهری میگه که میگه من از یک اعرابی بنی سلیم پرسان کردم که همی زهی رجل چی مانم؟ گفت اعجب به نفسه، بسیاری اعجاب به نفس خود دارد. پس یکی از علامات همی علمی که منفعت نداره ای است که انسان از خود بسیار راضی باشه، در حالی که کی شهادتنامه داریم ما و شما که کی جنتی هست، خاتمه ما معلوم نیست و شب و روز مثلا در فتنه ها مبتلا هستیم. انسان باید همیشه از سوء خاتمه به الله پناه ببره که اللهم انی اعوذ بک من سوء الخاتمه اسألک حسن الخاتمه. دیگه ای که مثلا بسیار سختی ها در راه داریم و بسیار احکام سر خود تطبیق نکردیم، لکن کسی که علم نافع نداشته باشه یکی از علاماتش همی چی است که بسیار از خود راضی هست. فقط در گندی خیر ششته و سر دیگه قضاوت میکنه که ای درس زیر گوش بگیرین، درس زیر گوش نگیرین، ای خوب است، ای خراب است، ای زشت است، ای فلان است، ای چطور است و ای چنان هست. خب از خود ببین که خودت مثلا اگر آینه پیش روی خودت بانی که خودت چی مشکلات، این یکی از علامات علم غیر نافع هست که انسان بسیار و خودش به خود اعجاب می داشته باشه. و امام نسائی رحمه الله از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ثلاثه لا یکلمهم الله عز وجل یوم القیامه. سه طایفه مردم است که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت امرایشان سخن نمیگه. استغفر الله. الشیخ الزانی، اول انسانی که ریشش سفید شده باشه و پیر شده باشه و به زنا مبتلا باشه. استغفر الله و اتوب الیه. والعائل المزهو، و کس دیگه که بسیار همت شخصی که بسیار همت اعجاب داره و بسیار غرور داره. والامام الکذاب، و امامی که بسیار دروغگوی باشه، رهبر مردم است، امام است، پیشوا هست، لکن بسیار دروغ میگه. دیگه از علامات علمی که منفعت نداره چی هست؟ الفخر. فخر چی هست؟ میگه ادعا العظم والکبر والشرف. اینه میگه ای ادعای بزرگی و کلانی و شرف میکنه. علمی که علم نافع نباشه ای صاحبش دیگه بسیار خود بزرگ در بین مردم دیگه، من بسیار بزرگ هستم و بسیار کبر داره و من بسیار شریف مردم هستم. و تفخر و التعظم و التکبر. میگه تفخر چی رو میگن؟ هم بزرگی جستن و تکبر کردن است، در حالی که الله متعال میگه ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله متعال دوست نداره هر انسانی که بسیار بخیل باشه و بسیار متکبر باشه. و امام مسلم رحمه الله در صحیحش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که و ان الله اوحى الی ان تواضعوا. میگه الله بر ما وحی کرد، در رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میشه. میگه الله بر ما وحی کرد که ان تواضعوا، تواضع بکنین، تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین.
یعنی درختی که میوه دار است سر از همیشه میوهش پر است، سرش خرم هست. عالمی که این چی است؟ علمیت واقعی داره که برای از تقوا و خوف و ترس و خشیت الله در قلب ازی هست، این بسیار متواضع می باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله بر ما وحی کرد که تواضع بکنید که حتی لا یفخر احد علی احد، که هیچ کسی بالای کسی دیگه فخر نکنه، غرور نکنه، تکبر نکنه. کل ما از خاک هستیم، کل ما بنده هستیم، عاجز هستیم. یک چند کتاب خواندی، ولی کسی گفت که استاد خودت جاهل هستی، ولی جاهل چه قسم جاهل نباشی؟ امیال در شریعت اگر حساب کنی بیشتر از 10 میلیون کتاب در شریعت اسلامی تالیف شده. بیشتر از کتابخانه را کسایی کنی از کتاب ها پر است. ما در کل از این کتاب ها چند تایش خواندیم؟ از 10 میلیون کتاب اگر ما زیاد خوانده باشیم 100 تایش. در 9 میلیون و 9 لک و 99 هزار و 900 و چند ما جاهل هستیم. به میلیون ها جلد کتاب علم نداره. این جهل است. دیگه از این خاطر میگه که انسان تواضع بکنه حتی لا یفخر احد علی احد، هیچ کس بالای کسی دیگه فخر نکنه. ولا یبغی احد علی احد، هیچ وقت بغاوت و سرکشی یکی بالای دیگه نکنه که او دیگر را دشنام بده که تو جاهل هستی، که تو احمق هستی، که تو فلانی هستی، تو هی هستی. نعوذ بالله. سوم از علامات علم که منفعت نداره الخیلاء و الخیلاء. چی معنی؟ الکبر و العجب. این هم تکبر و عجب است. و مختال ذو خیلاء معجب بنفسه. این چی است؟ مختال که می باشه در خیال، کسایی هستن بسیار خود دیگه بسیار از خود دیگه راضی هست که من خود دیگه بسیار عالم هستم و به نفس خود به خیال روان است که از مکد عالم طرف و امیتر است. در حالی که امام مسلم رحمه الله در صحیحش روایت میکنه از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لا ينظر الله الى من جر ثوبه خیلا. الله نظر نمیکنه به کسی که مثلا لباس خود از خیال اما تو کشال میگذاره که اما تو بره. خب این که مثلا یک نفر لباس خود به خیال بره، الله طرفش نظر نکنه. از کسی که قلبش پر از تکبر و خیال و غرور و اعجاب باشه، چقدر خطرناک است. ان طلب العلو، یکی از علما میگه که اهمی بلند، خود بسیار بلند و بدماش قرار دادن در زمین، این میگه غایت و فرعونی هدف فرعون بود. و امثاله الذین ذمهم الله فی کتابه. و امثال فرعون کسایی که الله اینا را بسیار که بسیار بزرگ خود میپنداره و بسیار خود بدماش و بسیار خود کلانکار میگیره. و قال تعالی ان فرعون علا فی الارض. الله متعال میگه فرعون طلب بزرگی کرد، بدماشی کرد در زمین، از این خاطر الله متعال ایره غرق کرد. و قال تعالی تلك الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. میگه این آخرت ما برای کی گشتندیم؟ برای کسایی که اینا بزرگی و ایگپاره در زمین بدماشی نمیکنن، بزرگی نمیکنن، دیگر توهین و تحقیر نمیکنن و فساد هم نمیکنن. چهارمی از علامات علم که منفعت نداره چی است؟ المنافسه فی الدنیا. منافسه دو قسم است. یکی منافسه ایجابی هست، انسان ما و شما رقابت میگیم. یکی رقابت ایجابی هست که انسان هي المنافسه المبادره الى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه. میگه منافسه یا رقابت سالم کدام یکی است؟ مثلا دو شاگرد با هم درس میخونن، یه هم خوب لایق است، دیگه هم کوشش میکنه که از اینکه خوب اما تو زیادتر درس بخونن، زیاد زحمت بکشن. میبینه یک کسی تقوا داری، کوشش میکنه که از او کده زیاد با تقوا باشه. میبینه که یک کسی از اموال خود زیاد صدقه میکنه، میخواد که از او کده زیادتر صدقه بکنه. این منافسه چی هست؟ که مثلا تشاهد فی من غیرک فتنافس فیه، چیزهای مبادره به طرف کمال، کمال اخلاقی، کمال ایمانی، کمال تقوا، کمال دینداری، در این منافسه میکنی. حتی تلحقه، تا ای که تو برزو تلحقه تا به او برسی، او تجاوز، یا مثلا از او که هم پیش بری. فهی من شرف النفس و علو الهمت
و کبر القدر و کبر قدر میگه ای که از چی هست؟ میگه اگر امی صفات در وجود تو باشه ای از شرف نفس است که نفس تو شریف هست و علو همت حالی داری و قدر بلند داری. قال تعالی و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، و در اینجا مردم باز در بین خود تنافس میکنن. چه قسم میگه کما کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یتنافسون فی الخیر. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا چی میکردن؟ اینا رقابت میکردن در چی؟ در کارهای خیر. و یفرح بعضهم ببعض باشتراک فیه، یکی از دیگه بسیار خوشحال میشدن به این چیز. بل یحض بعضهم بعضا علیه مع تنافسهم فیه، یکی دیگه خود به کارهای خیر تشویق میکردن، در بین خود منافسه میکردن. و هی نوع من المسابقه، یک نوع از مسابقه است. وقد قال تعالی فاستبقوا الخیرات، الله متعال میگه پیش دستی بکنین در چی؟ در نیکی ها، کوشش بکنین که از دیگه کردن شما پیش دست باشین. و قال تعالی سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها كعرض السماء. و کان عمر بن الخطاب، میگه عمر بن الخطاب رضی الله یسابق ابوبکر رضی الله عنهما، میگه همیشه پیش میخواست مسابقه میکرد که ابوبکر صدیق، رقابت میکرد که کاش که از این کلمه چیگم. فلم یظفر بسبقه ابدا، میگه هر قدر که کوشش میکرد از ابوبکر صدیق رضی الله عنه کده پیش دستی کردن نمیتونست. اگر میخواست که بره به یک یتیم کمک کنه، ببینه که وقت ابوبکر صدیق برای یتیم کمک کرد. میخواست برای یتیم یک بیوه کمک بکنه، میرفت که وقت برای بیوه ابوبکر صدیق کمک کرد. پرسان یک مریض میخواست بره، میدید که وقت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اونجا رفته هست. و مال خود صدقه میکرد، میدید که ابوبکر صدیق مثلا عمر رضی الله نصف مال خود میآورد، میدید که ابوبکر صدیق کل مال خود آورده در راه جهاد فی سبیل الله انفاق میکنه. پس این رقابت سالم بود در بین صحابه. فلما علم انه قد استولى على الامامه قال والله لا اسابقك الى شيء ابدا. میگه وقتی که دید که ابوبکر صدیق رضی الله عنه من حیث خلیفه مسلمانان شد، میگفت من هیچ وقت به هیچ چیز از تو کدام من سبقت نمیکنم، یعنی نمیتونم از کدام سبقت بکنم. و قال والله ما سبقته الى خیر وجدته قد سبقني الیه سبحان الله. میگه قسم به الله هست به هیچ خیر من نمیخواستم که از او کده پیشی بکنم مگر میدیدم که او از من کده وقت پیش شدن. اینیده چی میگن؟ اینیده منافسه و اینیده رقابت سالم میگن که میکردن. اما قسم دومی که علم غیر نافع برای انسان ایجاد میکنن والمنافسه السلبی است. این رقابت سلبی هست. هی المنافسه المذمومه فی امور دنیا. این امی منافسه مذموم زشت است که او چی است؟ هی المنافسه فی امور دنیا، که انسان رقابت میکنه در امور دنیایی. او خانه داره، مازی که باید خانه او 3 منزل داره، ما باید 10 منزل جور بکنم. او از این قسم موتر داره، باید از موتر از این که من لوکستر بخرم. این در مسائل دنیایی و نفس. و معلوم ان المنافسه اذا وجد اطرافا يتنافسون في امور الدنيا لا شك انهم يسترسلون في امور الدنيا ويغفلون عما خلقوا من اجله. این میگه اگر از هر جهت منافسه در بین مردم زیاد شد در امور دنیایی، باز از آن چیزی که به خاطرش خلق شدن که عبادت الله هست از او باز چی میشن؟ از او باز غافل میشن. این حالا اگر منافسه در دنیا، این حالا علمی که بعضی علما میخوانن، این برشان چی همین منافسه و رقابت منفی رو پیدا میکنه که باید مزو کده رو بیمه بلند باشه، از او کده نام ما بلند باشه، از او کده شهرت ما بلند باشه، از او کده مردم زیاد احترام بکنن. و امام بخاری رحمه الله از عقبه ابن عامر روایت میکنه که نبی صلی الله علیه و سلم خرج یوما، یک روز میگه خارج شد، فصلى على اهل احد صلاته على المیت. میگه نماز خوان بالای اهل احد دیگه، مثل که یک کسی نماز جنازه را میخونه. ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهید عليكم واني والله لانظر الى حوضي الان. گفت من بر شما شاهد هستم و من عمل نظر میکنم به طرف حوض خود. و اینی اعطیت مفاتیح خزائن الارض،
میگه اما کلیدهای خزانه های زمین یا کلیدهای زمین برای ما داده شد و اینی والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. گفت ما از بالای شما صحابه را گفت که نمیترسم که شما چیز شوین که بعد از ما مشرک شوین، ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها، لکن میگفت ما لازم میترسم که شما مال دنیا زیاد شد دیگه در مال بسیار منافسه بکنین، رقابت در مال در دنیا بکنین. و امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ایاکم والظن، احتیاط کنین، گمان بد نکنین، فان الظن اکذب الحدیث، سر مردم بدگمان نباشین، چرا عمیق بدگمانی سر مردم این بدترین سخن است. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و كونوا عباد الله اخوانا. این باید یک کسی که علم داشته باشه، مثلا این تحسس، تجسس، منافسه و رقابت در دنیا، حسادت و بغض و روگرداندن، این چیزا را کلش میگه ترک بکنین. و كونوا عباد الله اخوانا، برادرای مسلمان یکی دیگه خود باشید. و اما قوله ولا تنافسوا فالمراد به التنافس في الدنيا، دیگه اینجا که در این حدیث آمده که ولا تنافسوا، این امر رقابت منفی که سر دنیا میشه از اون منع کرده است. و معناه طلب الظهور فيها على اصحابها، که تو دیگه بخوای که نسبت به اصحاب دنیا پرستا کرده، تو دیگه در بین زیاد مشهور شوی، شهرت پیدا بکنی. و تکبر علیهم، تکبر بالای مردم بکنی. و منافستهم فی ریاستهم، منافسه و رقابت در چوکی و در قدرت که محضی که در خوب قدرت بگیرم. و البغی علیهم، بالای از اینا بغاوت بکنی. و حسدهم علی ما آتاهم الله، حسادت بکنی بالای اهل دنیا به او که الله چیز بر از اونا دادن. و اما التنافس و حسد علی الخیر، اما تنافس و حسد که در خیر میکنی و طرق البر در راه نیکی میکنی، فلیس من هذا فی شیء، از این جمله نیست. پنجمی صفت زشت که سبب چی میشن بسیاری کسایی که علمشان غیر نافع هست، پنجمی صفت شیطانی که پیدا میکنه مباهات العلماء و ممارات السفهاء. رواه ابن ماجه میگه که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که نبی صلی الله علیه و سلم گفت من طلب العلم لیماری به السفهاء. دیگه میگه ای چی هسته؟ میگه کسی علم یاد میگیره تا مجادله بکنه به امرای کی؟ به امرای سفها، جاهله. میفهمه که جانم مقابل علم نداره، دانش نداره. آل کتزو که ای مثلا چی میکنه؟ کتزی مجادله و مناظره میکنه، او رو باز شکست میده که بسیار غرور زیاد میشه که دیدی شکست دادم. در حال وقتی که دیدی که یک بیچاره علمیت کم داره، بر از اون راه را پیدا کن که او عالم شه و چیز را بفهمانه شه. اما این میخواد که او رو رسوا کنه و بیاب بکنه و بشرمانه شه. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که میگه طلب علم کرد تا که ای چی بکنم، تا مجادله و مخاصمه بکنه و مناظره بکنه به امرای جاهله، او لیباهی به العلماء، و بالای علما فخر بکنه که بین علما میشینه که کلگی بویی است، کلگی کدن عالم تر است. او لیصرف وجوه الناس الیه، یا علم حاصل میکنه که مردم باز طرف ما زیاد توجه بکنه که بسیار عالم است. فهو فی النار، نستغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله دوزخ است. لیباهی به العلماء چی معنی؟ میگه ان یفاخرهم و یطاولهم به. این اکثر علما دیگه افتخار بکنه که از تو کدام از یاد علم دارم، مزیاد کتاب ها را خوانیم، تو چی خواندی؟ تو جاهل هستی، تو علم نداری، تو فلان هستی. انا لله و انا او یماری به السفهاء، یا کت جاهلا که اگه دید که مثلا یک کسی از عوام الناس بیچاره یک سوال میکنه، یک گپ میزنه، یک چی میزنه، سر از او که مجادله بکنه، مخاصمه و ممارات المجادله و المحاج، دلایل بر از او گفته میره دیگه، همین قسم سر از او خدا چی میکنه؟ نشان میده. او تقبل بطلبه افئده الناس الى قلوبهم، یعنی طرف خود دلهای مردم دور بده. چی معنی؟ یعنی باز مردم دیگه به طرف سیل کنه. فإلى النار، یعنی این شخص
ای فالمبتغى لذلك فمسیره الی النار. کسی که می اهداف داشته باشه، سر علما هم خود بسیار بزرگ قرار بده و سر جاهلا را خود بیخی اونا را اما تو دیگه جغل میگه کدمشانه اونا را بیاب کرده بیابرو ساخته شانه و بخواد چشم مردم خود بسیار بلند آورد دیگه. اینا میگه نتیجه ازی چی میشه؟ میگه فالمبتغى مسیره الی النار، جای ازی دوزخ است. و هذا تهدید و زجر عن طلب الدنیا به عمل الاخره. میگه دایی تهدید و زجر است ای که انسان به یک عمل اخروی که علم است، تقوا هست، عبادت است، به ایچی یک طلب دنیایی داشته باشم. و دارمی رحمه الله از شهر ابن حوشب روایت میکنه که بلغنی ان لقمان الحکیم کان یقول لابنه، میگه بر من رسید که لقمان حکیم بر پسر خود میگه یا بنی لا تعلم العلم لتباهی به العلماء. گفت بچیم علم به خاطر زیاد نگی که بخیزی چی کنی سر علما خود بسیار بلند بسازی. او لتماری به السفهاء، یا ای که انسان هایی که علم ندارن اونا را چی کنی، اونا را بیاب بکنی و بی ارزش در نظر مردم قرار بدی و کتشان مجادله و جنجال بکنی. او ترائی به فی المجالس، یا ریاکاری بکنی با یه علم در مجلس. علم به این خاطر یاد نگیر. اگر به خاطر سی چیز یاد میگیره هیچ یاد نگیر، چرا مسیر تو به دوزخ میگردن و دوزخی جورت میکنن. و ششمی صفت زشتی که علمی که منفعت نداشته باشه و چی است؟ صرف وجوه الناس الیه، که میخواد که مردم به طرف ازی سیل کنه. ابو داود روایت میکنه از ابی هریره رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله، میگه کسی یک علم را اگر یاد بگیره طلب بکنه، علمی که به خاطر او علم به خاطر رضایت الله حاصل میشه، لا یتعلمه، یعنی علم یاد نمیره الا لیصیب به عرضا من الدنیا، مگر اینه میگه که یک عرض دنیا، منفعت دنیا برام به لم یجد عرف الجنه یوم القیامه، میگه در روز قیامت یعنی عرف الجنه یعنی بوی جنت در روز قیامت چی نمیکنه. از این خاطر عالم میگه اعلم ان الاخلاص لله اساس الدین، بفهم که اخلاص اساس دین هست و روح توحید و عبادت است. و اخلاص چی هست؟ که بنده با علمش تمامی فقط وجه الله، رضایت الله و ثواب از الله بخواه و فضیلت الله بخواه و تمامی اصول ششگانه ایمان و شریعت های پنجگانه و حقایق ایمان که احسان است و به حقوق الله و حقوق بنده هاش با کلش مکمل به یا برسه، قاصدا بها وجه الله و الدار الاخره، که مقصدش چی باشه؟ از ایمانداری و دینداری و تقوا فقطی باشه که الله از پیش من راضی شود و آخرتم خوب شود. لا یرید بذلک ریاء ولا سمعة ولا ریاسة ولا دنیا. از این علم نباید یک عالم ریاکاری، خودنمایی، ریاست و چوکی، دنیا طلبی و بذلک، و در صورتی که این چیزها را نخواهد ریا را ترک بکنه، سمعه و خودنمایی و گپار ترک بکنه، این باز میگه بذلک یتم و ایمان و توحید. وقتی که این زشتی ها را ترک بکنی باز ایمان و توحید تو تکمیل میشه. و من اعظم ما ینافی هذا مراعات الناس والعمل لاجل مدحهم و تعظیمهم. خطرناکترین از یا بزرگترینشان چی هست؟ که یک نفر ریاکاری برای مردم میکنه و به خاطر که مردم ایره مدح بکنن و تعظیمش بکنن، یا عمل به خاطر دنیا میکنه. این میگه فهذا یقدح فی الاخلاص و التوحید. این با سبب چی میشه؟ خرابی میشه در چی؟ در توحید و در اخلاص تو ضرر میرسونه. و من الشرک، میگه از جمله شرک چی هست؟ ارادت الانسان به عمله دنیا، که انسان با عملش دنیا را اراده بکنه. و قد ظن بعض الناس ان هذا الباب داخل فی الریا، میگه بعضی میگن که اینمی باب داخل در ریا هست. و ان هذا مجرد تکریر فاخطا، بل المراد بهذا ان يعمل الانسان عملا صالحا يريد به الدنیا. یعنی میگه چی هست؟ میگه ای چی هست؟ میگه که اصل ای هست که یک نفر یک عمل صالح میکنه به او دنیا طلبی میکنه. مثلا کالذی یجاهد للقطیفه او الخمیله و الخمیله، مثل که یک نفر جهاد میکنه به خاطر چی؟ که غنیمت بگیره، مال بگیره، معیار بگیره و نحو ذلك. ولهذا سماه
النبي صلی الله علیه و سلم عبدا لذلك بخلاف المرائي. میگه ایره همون که مثلا گفته نه که چی هست تعیس عبد الدینار و عبد الدرهم، ایره میگه اینا اینجا کس میگه اینی کسی که یک عملی که برای آخرت میشه و به خاطر از که دنیا رو حاصل بکنه، ای باز ریا نیست، ای بلکه چی هست؟ ای باز اینی امو بنده دنیا و بنده دینار و درهم است. تعیس عبد الدینار و عبد الدرهم فانه انما یعمل لیراه الناس و یعظموه. او ریاکار خو عمل میکنه تا که مردم رو ببینن و چشم کنه. والذی یعمل لاجل الدراهم والقطیفه، اما کسی که به خاطر مال و پول و به خاطر چیزها متاع دنیایی چی میکنن؟ عمل میکنه. و نحو ذلك اعقل من المرائی، میگه از چی کده؟ از ریاکار کده، میگه بلندتر است. لان ذلك عمل للدنیا یصیبها والمرائی عمل لاجل المدح. این میگه از او کده خطرناکتر است، به خاطر که ریاکار اما قدر است که مردم مدحش بکنه، اما اما علم خدا و اما تقوای خدا و اما عبادت خدا کلش به خاطر چی کده که در مقابل از دنیا حاصل بکنه. میگه او ریاکار کس به خاطر مدحی که در نظر مردم جلالت فی اعین الناس در چشم مردم بزرگ شود، ولکن این کس به خاطر دنیا که دنیا را حاصل بکنه. پس فرق از بین ریاکار و بین کسی که یک عمل به خاطر دنیا میکنه. شاید ریا نکنه، لکن همین کل علم و خدا یاد که میگیره این کلش به خاطر چیست؟ دنیا طلبی باشه. این خطرناکتر است از او هم کردن. و کلاهما خاسر. عالم میگه هر دویش در ضرر هستن. نعوذ بالله من موجبات غضبه و علیم عقابه. از هر دویش میگه ما پناه میبریم از موجبات و چیزی که سبب غضب الله میشه. ریاکاری هم سبب غضب الهی میشه و دنیا طلبی هم سبب غضب الهی میشه. و با الله پناه میبریم از عقاب و عقوبت و عذابی که الله میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.